اینجا نه سیر میشیم از تو که قهر بکنیم و نه اینجا گستاخ میشیم. کفر دین هر دو در بحث پویان. اینجا ببینید تمام ادیانی که توضیده ای که کفر دین هم امثال میده. کفر دین هر دو در بحث پویان وحده لا شریک له پویان. ای خداوند قائم قدوس ملک تو ناممات و نامحدود. این نیایش ها ببینید چقدر فلسفه توشه. بعد بیاد شما تو عطار ذره دردم ده ای درمان من. چقدر قشنگه، از درمان خودش درد بکنه. ذره دردم ده ای درمان من، زن که بی دردت بمیرد جان من. کسی که درد عشق نداشته باشه مرده است. زن که بی دردت بمیرد جان من. ذره درد از همه آفاق به، در دو عالم یک دل مشتاق به. کفر کافر را و دین دیندار را. زن که یه عده یه چیزی به نام دین برخوشتون اسم ما رو خودشون نوشتن، بنده میگم من مسلمانم، ولی این اسم فقط، حقیقتش کجا؟ این کافر هم که کافر اسمش کفره دیگه. این دوتا رو بذار کنار. درد دین کو؟ درد گفتش که کفر کافر را و دین دیندار را. منظور دیندارهای ظاهری رو داره میگه. ذره درد از دل عطار را، ذره درد از همه آفاق به، از دو عالم یک دل مشتاق. بعد بیاد که مولانا که ای خدای پاک و بی انواع زیاد، دست گیر و جرم ما را درد، یاد ده ما را سخنهای رقیق، هم به رحم آرد سرای خوشرفیق. همطور که اینقدر نیایش‌های قشنگ هست که یه دوره درس فلسفه و حکمت و عرفان و اخلاق و این چیزا. این مبدل کرده خاکی را به زر، خاک دیگر را نموده بوالبشر. ای که خاک خیره را تو نان کنی، ای که نان مرده را تو جان کنی، ای که جان خیره را رهبر کنی، ای که بیره را تو پیغمبر کنی. به سراغ سعدی نام خداوند جان آفرین، جهان متفق بر الهیتش، فرو مانده در کنه ماهیتش. همه هر که هستند از آن کمترند که با هستی اسنام هستی برند. این که سعدی حالا غیر از غزلیاتش که ای زلف تو هر خنی کمندی، چشمت به کرشم چشمندی، آب حیات من از خاک سر کوی دوست، گر دو جهان خرمی است ما و غم روی دوست، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از دوست. تمام نیایش، یعنی اصلا غزل فارسی یعنی نیایش با خداوند، یعنی نماز، یعنی دائما با او داری صحبت میکنی. ای آفتاب آینه دار جمال تو، به قول حافظ در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شده آتش دهن عالم. شما یه غزل پیدا کنید که این نیایش توش نیست. الا یا ایها الساقی عدد کرتم ناولها، بلافاصله میگه به بوی نافه کافر سبازان تربه بگشاید، به تاب جعد مشکین چه خون افتاد درده. بعد نه ای اگر آن ترک شیرازی، حالا در فرانسه رفتوری میگفته که این ترک شیرازی لپوتی داکتون بوده یا لپوتی پسر بوده دختر بوده چی بوده، نه فکرشون جا کار میکنه. اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندیش بخشم سمرقند و بخارا را. این اگر این نگاهی کرد میشه نگاهی به ما بکنه، تمام دنیا و آخرت من میدم. چه همت راست حافظ را که از دنیا و از عقبا، نیاید هیچ در چشمش بجز خاک سر کوی. تمام نیایشه. من میخوام خط کنم به یه قطعه از مرحوم پدر. حافظ گاهی اشاره کرده به اون کسی که پشت پرده پنهان شده و منتظر فرمان الهی که ظاهر بشه. اون امام حی قائم که گفت ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی، جان بی تو به لب آمد دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز دارید. مرحوم پدر فرمودن که ای شاهد جان بازا در قید جهان کم زن. حالا این هم به اون انسان ولی کاملی که قاعده و هم به حضرت احدیت که تجلی اوست که ظاهر میشه. در هر دو اشاره میشه. ای شاهد جان بازا در قید جهان کم زن، نقش رخ زیبا را بر پرده عالم زن. اوضاع جهان بنگر در هم شده چون زلفت. چه خبر تو دنیا؟ اینجوری بکنه خوب میشه. در نظم جهان دستی بر طره پرخم زن، چون دلبر آفاقی مشکن صف دلها را،
چون کعبه اشاقی حرفی به صفا هم زن، مانند خلیل جان آتش زده گلشن کن. اگه تو بیای همه عالم گلستان، همه آتیشه گلستان.